سلام علیکم دوستان عزیز، برادران گرامی، خواهرای ارجمند و مخصوصا کسانی که در اختصاص روزنامه‌نگاری تحصیل میکنند در دانشگاه‌های تاجیکستان. از زبان یک برادرتان، یک اکایی از شما کلانتر که عیناً در همین اختصاص تحصیل کرده بودیم و 3 سال 4 سال پیش ختم کردیم. سال 2018 بود دانشگاه را ختم کردیم و سال 2019 اولهای ماه مارس بود رفتیم از دانشگاه دیپلم گرفتیم و شکر هنوز دانشجو بودیم که ما فعالیت هم میکردیم و حدود 4-5 سال فعالیت هم کردیم از روی اختصاص و آمیخته. و همون سال 2019 وقت دیپلم به دست گرفتیم از دانشگاه، در صفحه فیسبوکی من یک مواد نشر کردیم به همین مضمون که ما دیپلم گرفتیم، دیپلم کبود و هیچ بهای 5 نیست، 1-2-3 بهای 4 است، یک چند بهای 3 و 2 است، این چیزها. و شاید که اون لحظه ها، اون سال ها، اون وقت ها برای ما واقعا ارزش دیگر بودن، فهمش ما، درک ما دیگر بود، تفکر ما دیگر بود که مثلا به چیزهایی که چندان اهمیت نداشتن خیلی اهمیت زیاد قائل میشدیم و خیلی مهم میدونستیمشون. ولی ما برای تمام دادرها و خواهرهایی که در این اختصاص تحصیل میکنن و یا در هر اختصاص دیگری تحصیل میکنن، از پی علم و دانشن، از پی هنر اسکت کردن هستن، از پی این هستن که یک استعداد و مهارت و ملکه خودشون از خیلی البتیان. و همه اونا یک سخن دارم که از پی این نشویم که دیپلم شما کبود میشود، سرخ میشود یا سیاه یا رنگ دیگر، و از پی این هم نشوید که در دیپلم شما بهای 4 و 5 بسیار می شود یا اینکه 2 و 3 و دیگر. مهم همین که شما به هر طریقه که باشد حلال دانشگاه را ختم کنید، در کدام سطحی باشد، و همون دیپلم که خوبتون به دست بگیرین و از خودتون باوری داشته باشین که یک علم و دانش ضروری را کسب کردین و هنری از خود کردین و با او علم و دانشی که از خود کردین و او هنری از خود کردین، اون مهارتی که کسب کردین در اونجا به دست آوردین، با اون در جاده زندگی موفقانه قدم بزنین. باور کنید در هیچ گوشه ای از دنیا از هیچ کسی نمیپرسن که رنگ دیپلم تو چگونه است، سرخ، سیاه، کبوت یا هر چیز دیگر، و از هیچ کسی هم نمیپرسن که با کدام بها در مکتب خوانده بودی، با کدام بها در دانشگاه خواندی و کدام بها در دیپلمت است، 4 و 5 یا 3 و 2.